اکثر شما که الان دارید این ویدیو رو نگاه میکنید شاید توی زندگیتون گیر کردید. هدفی دارید، رویایی دارید که میخواد بهش برسید ولی نمیدونید چطوری. ازتون میخوام که خیلی با دقت به حرفام گوش بدید، چون که میخوام بهتون بگم چطوری با سم‌زدایی دوپامین به هدفتون برسید و زندگیتون رو ارتقا بدید. بذارید با قدم اول شروع بکنم. شاید شما فکر میکنید که برای رسیدن به اون هدفتون انرژی لازم یا حتی دانش لازم رو ندارید، ولی سخت در اشتباه هستید. بزرگترین چیزی که داره شما رو از رسیدن به اون هدفتون باز می‌داره نداشتن تمرکز هست. چون وقتی آدم تمرکزش رو روی یک کار بذاره و توانایی این رو داشته باشه که چند ساعت بشینه پای کاری و روش متمرکز باشه، خودکار میتونه اون دانش رو کسب بکنه. و دومی که وقتی روی یک کاری تمرکز میکنید و ساعتها پای اون کار میشینید، خود به خود از انجام دادن اون کار خوشتون میاد و میتونید ازش لذت ببرید. حالا چجوری تمرکز خودمون رو افزایش بدیم؟ اینجاست که سم‌زدایی دوپامین وارد بازی میشه. بذارید زندگی یک آدمی رو بهتون توضیح بدم که در طول روز هیچ انرژی نداره و کلا تمرکزش رو از دست داده و شاید حس کنید که شما اون آدم هستید. این آدم وقتی که صبح از خواب بلند میشه، سر گوشی رو دستش میگیره، میره توی اینستاگرام، کلا اسکرول میکنه، ریلزهای مختلف رو میبینه، استوری دوستاشو چک میکنه، بعد از اون میره توی واتساپ، از واتساپ میره توی تلگرام خبر چک میکنه، از تلگرام میره توی یوتیوب و بعد تازه پا میشه که روزش رو شروع بکنه و دوباره این چرخه ادامه داره و هر روز سرش تو گوشیه. یکی از راههایی که باعث شد من مهاجرت موفقی داشته باشم و توی دانشگاه بتونم از بقیه جلو بزنم این بود که تمرکز کافی روی درس خوندن داشتم. یه دونه مثالش این بود که من از خواب بلند میشدم، صبحونه میخوردم، خودم آماده میکردم، میرفتم کتابخونه و مثلا وقتی میخواستم 5 ساعت درس بخونم اصلا به گوشیم دست نمیزدم. مثلا گوشیم رو روی ایرپلین مود میذاشتم و هر وقت بهش نیاز داشتم بعد از اینکه درسم تموم شد یا وقتی خیلی اضطراری بود از ایرپلین مود در میآوردم و دوباره گوشیم رو چک میکردم، چون که میخوام مطمئن بشم هیچ کس تمرکز من رو از من نمیدزده. پس اگه شما توی زندگیتون یک هدفی رو دارید و بعد برید میشینید پشت لپتاپ میخواید شروع بکنید ولی یک حسی توی وجود شماست که اصلا نمیتونید شروع بکنید، حس میکنید مغزتون پر شده از این چیزی، این یکی از اون نشانه هایی هستش که شما باید سم‌زدایی دوپامین بشید. مطمئنا شما توی یوتیوب خیلی از ویدیوهای مختلفی رو دیدید که چجوری بتونید مثلا دوپامینتون رو بالانس بکنید، چجوری بتونید گوشی رو بذارید کنار. ولی من توی این ویدیو میخوام به شما یک دستور کار 7 روزه بدم که کلا دوپامین بدنتون رو ریست بکنید و شما میفهمید که بعد از 7 روز تجربه شما از زندگی کلا متفاوت میشه و مهمتر از همه چجوری بتونید این رو توی زندگیتون بیارید. خیلی در مورد این سم‌زدایی دوپامین بحث میشه که اینو باید تو چه مدت زمانی انجام بدیم، ولی چیزی که برای من خیلی جواب داد همین تمرین 1 هفته‌ای بود. نمیخوام بهتون یک تمرین سخت بدم که اون رو لایف استایل زندگی خودتون بکنید، ولی میخوام تو این 7 روز بدن شما از اون دوپامین فیکی که گرفتید کلا ریست بشه و یک جورای حافظه مغزتون یکم خالی بشه که بتونید بیشتر تمرکز بکنید. از شما میخوام که این 4 کار رو توی 1 هفته انجام بدید. اولین مرحله برای سم‌زدایی دوپامین اینه که اسکرین تایم خودتون رو به 1 ساعت در روز برسونید. حالا اگه گوشی شما آیفون هستش یا اندروید هست هیچ فرقی نداره، توش 100% یک تنظیماتی وجود داره که شما میتونید اسکرین تایم خودتون رو 1 ساعت در روز قرار بدید. ازت میخوام که همین الان بری توی گوشید و این تنظیمات رو فعال بکنی. به خودت اجازه بده که در طول 7 روز هر روز فقط 1 ساعت از گوشیت استفاده بکنید. حتی اگه واقعا میخواید از واتساپ استفاده بکنید و واقعا برای کارتون شاید بهش نیاز دارید، میتونید اون رو روی دسک. حالا شاید از خودتون بپرسید که چه فرقی داره. وقتی شما پشت میزتون میشینید یه حس پروفشنالی به شما میده و تمرکز شما خیلی بیشتره و حس میکنید دارید هدفمند یه کاری انجام میدید. همونجوری که به شما گفتم 7 روز هفته هر روز کلا 1 ساعت. توجه بکنید که شما نمیخواید این کار رو تا آخر عمرتون انجام بدید. این فقط یک راه حلیه که شما دکمه ریست دوپامین بدن خودتون رو بزنید. خب شاید از خودتون بپرسید که شما الان دارید این ویدیو رو توی یوتیوب نگاه میکنید، ولی خب یه فرق اینجا هستش. 90% ماهایی که این ویدیوهای رشد شخصی سلف ایمپروومنت رو توی یوتیوب میبینیم فقط معتاد این ویدیوها شدیم و در واقع بهشون عمل نمی‌کنیم.
و بیشتر توی ذهن خودمون حس کنیم که من الان دارم این ویدیو رو نگاه میکنم، کیفیت زندگی میره بالا، به این آدم تبدیل میشم، رشد شخصی پیدا میکنم، عادتهای بدمو میتونم بذارم کنار، ولی در واقع فقط توی ذهن ماست. دارید یک ویدیو رو میبینید که عادت بدی رو کنار بذارید، ولی در واقع با چرخیدن توی یوتیوب و اون ویدیوهایی که زیر اون ویدیو ریکامند میشن هم شما میرید نگاه میکنید و کلا یک عادت بد دیگر رو اضافه میکنید. اصلا مهم نیست که شما الان دارید یک ویدیو ارزشمند نگاه میکنید، ولی خب اینم باید بگم یوتیوب واقعا یک جای ارزشمندیه، ولی اگه واقعا ازش درست استفاده بشه. اگه مثلا دارید از گوگل کروم استفاده میکنید، توی گوگل کروم یک اکستنشنی هست که شما وقتی اون رو فعال بکنید، اون ریکامندیشن هایی که زیر ویدیو یوتیوب هست کلا براتون پاک میشه و فقط چنل هایی که سابسکرایب کردید براتون نمایش داده میشه. سومین کاری که باید انجام بدید، اون فیلم هایی که خودمون میدونیم چی هستن و برای 7 روز کلا ترک بکنید. خودتون شاید متوجه شدید که دارم در مورد چی حرف میزنم. بعضی از شما واقعا اونقدر به این کار اعتیاد دارید، به دیدن این فیلم ها و خب اون عملی که بعدش انجام میشه، که واقعا توی منجلا بیافتادید. شما میتونید هر کاری که میخواید بکنید، ولی خب من ترجیح میدم یک راه حلی به شما بدم که شایدم فقط 10% از شما که این ویدیو رو الان نگاه میکنید اون رو انجام بدید، ولی خب برای من خیلی مهمه که این تجربه ها رو براتون به اشتراک بذارم. شاید شما نتونید خودتون رو 7 روز کنترل بکنید، ولی مهمترین چیزی که باید بهش توجه بکنید اینه که کلا این ویدیوها رو نبینید. یا مثلا توی اینستاگرام تمام این مدل‌ها رو میرید، بعضیاتون فالو میکنید که اصلا من هیچ دلیلی نمیبینم که چرا یک آدم باید بره یک مدل اینستاگرامی رو فالو بکنه و هر روز استوریاشو نگاه بکنه. به نظر من اینستاگرام یک جایی هستش که شما وقتی یک آدمی رو میشناسید، باهاش یه رابطه‌ای دارید که حالا دوست صمیمی شما هستش، بعد اون رو فالو بکنید یا زندگیشو دنبال بکنید، چون اون آدم برای شما خیلی مهمه. بعضی وقتا واقعا نمیتونم درک بکنم که یک آدم بره توی اینستاگرام، مثلا بعضیا رو میبینید 50 تا مدل فالو کردن و هر روز دارن ویدیوهاشو نگاه میکنن، لایک میکنن، اصلا هیچ جوره نمیتونم درک بکنم. وقتی شما این کار رو ترک بکنید، اون انرژی جنسی که توی شما به وجود میاد بعد از 7 روز که شما خودتون رو کنترل بکنید، باعث میشه که شما تمرکزتون بیشتر بشه و انگیزه خیلی زیادی بگیرید که روی کاراتون تمرکز کنید. چهارمین و آخرین نکته‌ای که میخوام بهتون بگم اینه که هر روزی 10 دقیقه مدیتیشن بکنید. حالا منظورم از مدیتیشن چی هستش؟ یکیش میتونه همون مدیتیشن خیلی استاندارد باشه که شما میشینید 4 زانو، دستاتون رو اینجوری میارید بالا و حالا میتونید یک موزیک مدیتیشن برای خودتون بذارید و سعی کنید به هیچی فکر نکنید. اگه میتونید اون رو نیم ساعت انجام بدید و حتی 1 ساعت انجام بدید، خب خیلی بهتر هستش. خیلی از شما مطمئنم هر روز خیلی تایم اضافه میارید و نمیدونید که بعد باهاش چیکار بکنید. ولی خب اگه این 3 تا کاری که قبلا بهتون گفتم انجام بدید، متوجه میشید که در روز خیلی وقت اضافه میارید. شاید برای بعضی از شما مدیتیشن میتونه نماز خوندن باشه، میتونه ارتباط با خدا باشه. این مدیتیشن برای شما میتونه هر چیزی باشه که روح شما رو در آرامش میذاره و باعث میشه شما به هیچ چیز فکر نکنید. هدف من از گفتن این 4 چیز اینه که شما توی رسیدن به هدفتون بتونید تمرکز خودتون رو بالا ببرید و با اون خود واقعیتون آشنا بشید و یه جورایی زندگی خودتون رو پس بگیرید. حالا میخوام بهتون بگم بعد از این 7 روز چه اتفاقی میفته. بعد از اینکه اون دکمه ریست دوپامین خودتون رو زدید و کلا اون رو مثل یک سم از بدن خودتون جدا کردید. خیلی از ما هر روز حس می‌کنیم که حوصله‌مون سر رفته. خب الان باید چیکار کنم؟ الان باید برم توی گوشیم، الان باید برم توی یوتیوب یه ویدیو ببینم و این حس حوصله سر رفتگی کلا توی وجود ما هستش. شما بعد از این 7 روز این حس بهتون دست میده که کارهای خیلی معمولی و روزمره به شما لذت خیلی زیادی میده. شاید میتونه تمیز کردن اتاقتون باشه، شاید میتونه راه رفتن باشه، ورزش کردن باشه یا حتی شستن ظرفا باشه. شاید هم میتونه این باشه که 5 ساعت پشت هم بتونید درس بخونید و به شما لذت بده. شاید شما از صدای راه رفتن توی خیابون، صدای وزش باد خیلی لذت ببرید در حالی که هیچ موزیکی توی گوش شما نیست. حتی اون 10 دقیقه مدیتیشن شاید برای شما اولش خیلی سخت باشه، ولی بعد از 7 روز میبینید که شاید این کار داره به من خیلی لذت میده، خیلی داره بهم حال میده، چرا من اینو هر روز انجام نمیدم؟ قبلا شاید برای شما اینجوری بوده که برای امتحانی می‌خواستید آماده بشید، خب کتابو برمی‌داشتید نگاه می‌کردید، اصلا دلتون نمیومد درس بخونید، کتابو پرت می‌کردید اونور. ولی خب الان بعد از سم‌زدایی دوپامین شما شاید اون کتاب رو بردارید
و اون درس خوندن رو لذت بخش بدونید. و این چیزی که خیلی از آدما اشتباه میگیرن، حس میکنن برای رسیدن به هدفشون به انرژی خیلی زیادی نیاز دارن یا به دانش خیلی زیادی نیاز دارن، ولی خب مسئله اصلی تمرکزه و برای رسیدن به تمرکز بعد شما این توانایی رو داشته باشید که از انجام دادن اون کار لذت ببرید و واقعا این سمزدایی دوپامین اون چیزیه که شما بهش نیاز دارید، این دکمه ریست. حالا شاید از خودتون بپرسید بعد از این 7 روز بعد چیکار بکنم؟ بعضی از آدما فکر میکنن که هر روز بعد درس بخونن، هر روز بعد تلاش بکنن، هر روز بعد یه کار خیلی سخت رو انجام بدن اگه میخوان به هدفشون برسن، ولی بهتون میگم که اینجوری بازدهی شما خیلی میاد پایین. من خودم این کارو میکنم که مثلا 1 هفته 2 هفته برای خودم یک تایمی میذارم، میرم خوشگذرانی میکنم، با دوستان وقت میگذرونم، ولی بعد از اون وقتی مثلا برای امتحان دانشگاه دارم آماده میشم 3 ماه به صورت هر روز میرم درس میخونم، 3 ماه هر روز میرم روی یک مود دیگه، کلا همه چی خاموش میکنم، میرم اون فعالیتی که برام خیلی اولویت داره رو انجام میدم. حالا شاید درس خوندن باشه، کار کردن باشه، وقت گذاشتن روی یک بیزینس باشه. اگه شما این 7 روز انجام بدید و بعد از اون یک کاری انجام بدید که بهش علاقه دارید، باعث خوشحالی شما میشه، مثلا با دوستاتون وقت میذارید و بعد از اون تمرکز خودتون رو بذارید روی هدفتون و اینجاست که بعد شما چشماتون رو ببندید و اون کار رو کلا تموم بدونید. و این رو یادتون نره، هر چی بیشتر تمرکز کافی روی کاری که میخواید انجام بدید رو داشته باشید، توی زندگی راحت میتونید ببرید. این رو یادتون باشه، شما روی هر کاری دست بذارید و تمرکز کافی رو برای انجام دادن اون کار داشته باشید، امکان نداره شما توی اون کار از روز اولتون بهتر نشید. از شما خیلی ممنونم که وقت خودتون رو در اختیار من گذاشتید. نظرات شما خیلی برای من مهمه و اگه دوست دارید اون رو حتما با من به اشتراک بذارید.